سلام بچه ها، امیدوارم حالتون عالی باشه. من پیمان دوستدار هستم. در دومین جلسه آموزش گیتار قرار داریم که قراره در 30 روز ملودی نوازی رو کاملا یاد بگیریم و با تمام ارکان اصلی این در واقع کار آشنا بشیم و ملودی خیلی قشنگی هم قراره اجرا بکنیم. پس با من همراه باشین، من رو سابسکرایب کنین و به دوستانتون معرفی کنین. اگه نظری هم دارین حتما پیشنهاد بدین و داخل کامنت ها برام بنویسین. خب بریم سراغ مسئله تکنیک. بچه ها تکنیک چیه؟ میخوام شروع کنم خیلی مسائل رو باز کنم. تکنیک میشه ابزارهای ما برای نوازندگی. به صورت دمو من میخوام چند تا تکنیک رو بهتون نشون بدم. مثلا تکنیک پیکادو ببینید. خب این اولین تکنیک بود، تکنیک پیکادو که قراره با هم دیگه کار کنیم. نحوه ضربه زدن من، حالت دست من، اینا چیزی که تکنیک پیکادو رو میسازه و کاملا میریم بررسیش میکنیم با هم دیگه که همش در دست راست، بیشتر دست چپ فقط داره در واقع فرتا رو نگه میداره که در ویدیوهای بعدی با هم کار میکنیم که چطور این فرتا رو نگه دارید که درست باشه. خیلی ویدیوهای مهمی هم هست. و تکنیک های دیگه داریم، مثلا آرپش، یا مثلا ترمولو، یا راخئو مثلا میتونه اینجوری باشه. یا مثلا آبانیکو. تکنیک هایی هستن که ما باید همه رو یاد بگیریم. یا لگاتو مثلا که دست راست دیگه استفاده نکنم، دست چپ بود. و تکنیک های فی مابین اینا و خیلی تکنیک های دیگه هست که دونه دونه بهتون میگم. تکنیک مثلا گلیساندو الان انجام دادم مثلا، ببینید. آره، حالا میریم سراغ اولین تکنیک. تکنیک ها اسم دارن و حالت دست دارن. ببینید اولین تکنیک که یاد میگیریم تکنیک پیکادو. پیکادو، یاد کادو بیافتین، یه پی بذارین اولش. خب دستمون گفتیم کجا؟ در واقع شست ما تقاطع روزت قبلا، مثل اون حالتی که بهتون گفتم. انگشتامون عمود بر سیم هاست. حالا کار بعدی که باید انجام بدیم، یه کوچولو انگشتامون خمیده میکنیم، کاملا اینجوری صاف رو به پایین خمیده میکنیم و روی سیم یک قرار میدیم. اول انگشت سبابه‌مو قرار میدم. راستی اسامی انگشتارم باید بهتون بگم. در دست راست شست ما اسمش پیه، به ترتیب سبابه آی، میانی ام، در واقع انگشتری ای و انگشت کوچیک ایکس، ای هم بهش میگم ولی ما به طور روال فعلا میگیم ایکس. پی آی ام ای، در واقع میشه پی آی ام ای ایکس که میشه پی مکس. و در دست چپ انگشت تی میشه انگشت تکیه‌گاه، 1 2 3 4 میشه انگشت کوچیکه، پی مکس تی 1 2 3 4. خب قراره که در تکنیک پیکادو ما با انگشتامون ضربه بزنیم، تاچ کنیم در واقع سیم ها رو. ولی چه جوری؟ همون حالتی که بهتون گفتم، حالت دست بدون اینکه چرخش مچ داشته باشیم. انگشت عمود بر سیم ها، انگشت آی رو زیر سیم یک قرار میدم و نوک انگشت رو دخیل میکنم. این از اون نکاتی که خیلی باید توجه کنید. نوک انگشت رو دخیل میکنم، انگشتم فشار میاره به سیم، ناخونم خودش میگیره، انگشتم رو دارم سر میدم، فشار میده در واقع به سیم، ناخونم خودش میگیره و انگشت من تکیه کرد به سیم بالایی. به این میگن یک ضربه با تکیه که بهش میگن ضربات آپویاندو. پس یک ضربه آپویاندو یا با تکیه رو اجرا میکنیم. اسپانیایی میخوام بگم مثلا با تکیه ضربه بزن، میگن آپویاندو اصطلاحاً. و ضربه بدون تکیه هم بهش میگن تیراندو که ما رو سیم 6 اینجا انجام میدیم. پس یه ضربه با تکیه رو ما میزنیم. بعد نوبت انگشت ام ما هست که این کار رو انجام بده. ام میشینه زیر سیم، فشار میره، سر میدیم، نهایتاً نوک انگشت رو داخل میکنیم، ناخون خودش میگیره، انگشت ما رو سیم بالایی تکیه میکنه فقط و این کار به صورت یکی در میان محض انجام میشه. حالا پارامتری میگم.
به صورت مرسوم با آی و ام ضربه میزنیم در تکنیک پیکادو. تمامی ضرباتمون به سیم ها آپویاندو هست، یعنی با تکیه غیر از سیم 6 که بدون تکیه است که بهتون میگم چیکار کنید. تمامی ضربات یکی در میون محضه، یعنی ما آی حق نداریم بزنیم، ام حق نداریم بزنیم. حالا حتی اگه رو سیمای بالاتر رفتیم باید آی ام حفظ بشه این حالت. و نکته بعدی، تا سیم شماره 3 که ما ضربه میزنیم ببینید تکیه‌گاه همون جایی که بهتون گفتم، تقاطع سیم 6 و روزت. سیم 4 5 6 که خواستیم ضربه بزنیم 3 تا در واقع سیمو که خواستیم ضربه بزنیم، 3 تا سیم بالایی، شستمون یا انگشت پی ما رو ساوندبورد حرکت میکنه میاد بالا، ولی خیلی بالا نمیاد. بالاترین نقطه و ماکسیموم نقطه این روزت دایره رو در نظر داشته باشید، میتونه اونجا قرار بگیره شست شما. حالا ضربه میزنیم روی سیمای بالا، میشه. خب میرسیم به سیم 6. ببینید چیکار میکنم. انگشت میشینه زیر سیم، فشار میاره، دوباره گوشت دست داخل میشه، ناخن خودش میگیره، انگشت ما به سمت کف دست و پشت پی میره، یعنی به سمت جلو پی نمیاد، میره به سمت پشت پی و یکی در میونیش دوباره حفظ میشه. ببینید دوباره ام، دوباره آی، به سمت کف دست، دستم نگرفت یه دست، به سمت کف دست. ببینید به سمت کف دست میره و سعی کنید که از این مفاصل انگشتتون رو حرکت بدین. اینم از اون نکاتی که خیلی باید توجه کنید و اونایی که حواسشون جمعه اگه این کار رو بکنن خیلی سریعتر پیشرفت میکنن. ببینید از اینجا من سر مفصل اصلی نیرو وارد میکنم برای ضربات تیراندو، یعنی ضرباتی که تکیه نداره، تکیه بالاش نداره. نمیتونم اینجوری بزنم. این حالت دستم چقدر بد میشه. خب پس انگشت ما میره به سمت کف دست، از اینجا نیرو وارد میکنم، در واقع بند انگشتم خم میشه، حالت ال تشکیل میشه و میرن سمت کف دست. این نکته بسیار مهمه. خب بچه ها تمریناتش هم میخوام بهتون بگم. اولین تمرین 4 بار رو هر سیم ضربه میزنیم، میشه 1 2 3 4 1 2 3 4. سعی کنید انگشتاتون شل باشه، سفتشون نکنید، منقبض نکنید، دست شل کاملا. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. دیدین شست رفت بالا تکیه‌گاه. 2 3 4 1 2 3 4 تیراندو و بدون تکیه ضربه. میتونید برگردین پایین. تمرین بعدی 3 بار رو هر سیم، تمرین یکی در میونیه. خب چیکار میکنیم؟ میام اول با آی ضربه میزنم، اسامی انگشتا رو میگم آی ام آی، حالا نوبت ام ام آی ام آی ام آی، حالا ام ام آی ام آی ام آی ام آی ام و برمیگردیم پایین. تمرین بعدی هم تمرین یکی در میون رو سیما راه میریم، 1 بار رو هر سیم میزنم آی ام آی ام آی ام آی ام آی ام آی و این کار رو انقدر انجام بدین تا دست راسته دیگه اوکی بشه کاملا، دیگه راحت ضربه بزنه، ریلکس ضربه بزنه، فکر نکنید، نگاش نکنید، در این حد این کار رو اوکی کنید. خب بچه این ویدیو هم به اتمام رسید. تکنیک پیکادو رو با هم کار کردیم. این ویدیو رو 1 بار نبینید بچه، چند بار ببینید، به خاطر اینکه با 1 بار دیدن شما نکات یادتون نمیمونه. بزنید ویدیو رو عقب، ببینید چی گفتم، اون نکاتی که بهتون گفتم، نوک انگشت داخل میشه، ناخونه میگیره، اثر مفصل، اینا رو حواستون باشه و حتما ما رو دنبال کنید. ویدیو بعدی بسیار مهمه، دست چپ رو میخوام کامل بهتون توضیح بدم. حتما منو سابسکرایب کنید، حتما به دوستانتون معرفی کنید، این ویدیوها رو بذارید دیگران هم ببینن و این ویدیو علیرغم اینکه در واقع ما داریم تو یوتیوب میذاریم و برای ما الان که نه ولی در آینده ممکنه سودآور باشه، به در شما هم داره میخوره. آموزش‌های رایگان رو داریم در اختیار شما قرار میدیم، چیزی که دیگران و کسایی که هنرجوی من هستن دارن پول میدن بابتش رو شما دارید اینجا رایگان دریافت میکنید. پس سعی کنید ما رو حمایت کنید، کمک کنید، سابسکرایب کنید، به دوستانتون معرفی کنید. دوستتون دارید. ویدیوهای بعدی بسیار بسیار مهمه.